نگه داشتن دستها به این شکل اولین قدم در انرژی زیستیه. همین الان امتحانش کن. گوشی رو بذار کنار. دستهات رو بالا بیار و امتحان کن. بیا 1 دقیقه وقت بذاریم. با نگه داشتن دستها روبروی هم شروع کن و خیلی آروم به عقب و جلو حرکتشون بده. سعی کن بین دستهات تمرکز کنی. چیزی حس می‌کنی؟ دستها پر از الکتریسیتن. جریان‌های عصبی و خونی یه میدان انرژی زیستی ایجاد می‌کنن. هر دست میدان خودشو داره. با این تمرین میتونی انرژی زیستی رو حس کنی. پس یه میدان الکترومغناطیسی یا EMF دور هر دستت داری. این مرحله اوله. این در واقع قدم اوله. الان شاید حس کنی داره قوی تر میشه. اگه علاقه داری روزی 1-2 دقیقه وقت بذار. میتونی تو طبیعت یا خونه انجامش بدی و شروع کن به تمرین. حیرت زده خواهی شد. اگه شما میخوای آب بخورید ولی درمان بشید، شما 2 روز تو هفته، دوشنبه به پنجشنبه، از نظر ما موضوعیت داره این 2 روز، دوشنبه ها به پنجشنبه ها روزای آب بگیرید. هر کی از شما که هر مریضی تو بدنش هست، اصلا اسم مریضی رو نیارید الان، چون من دارم ماهیگیری بهتون یاد میدم، نسخه ها رو نمیگم بهتون. کسی که تو بدنش فشار خون بالاست، یعنی تنظیم نیست، فشار گاهی پایین گاهی بالاست. کسی که دیابت داره، قند تو بدنش دائما در حال افزایش بالا پایین میشه. کسی که بدنش دچار مثلا کبد چربی بالاست، کیستای متعدد داره، عدم هضم خوب، عدم جذب مناسب تو بدنش هست، مشکلات قاعدگی و زنانگی برای خانمایی که مثلا وجود داره، ناباروری هایی که از عفونت و از سم بدن هست و مثال های دیگه، ریزش موهای غیر قابل کنترلی که علتش رو فرد اصلا نمیتونه تشخیص بده یا نمیتونه مهار کنه، سردردهای زیاد از حد، بیخوابی ها و خوابهای آشفته‌ای که برای افراد به وجود میاد، کابوس هایی که دیده میشه و مثال های دیگه. من نمیخوام اسم بیماری رو بگم. هر بیماری که شما اعتقاد دارید که قبل از درمان باید این بدن سمزدایی بشه، برای هر مریضی که شما بهتون مراجعه میکنه میتونید این نسخه رو بدید. 2 روز تو هفته آب درمانی کنید، ولی به شرط این که آداب آب رو رعایت بکنید.